شما که داری این ویدیو رو میبینی یه هدف توی سرت داری، اما گهگاهی خسته میشی، ناامید میشی، بی‌انگیزه میشی. خب پس نگران نباش، چون من برای حل این مشکل چند تا راهکار بهتون میدم و این تصمیم خودته که عمل کنی یا نکنی. خب روش اول اینه که خاطرات خوبتو به یاد بیار. سعی کن خاطرات خوبم به یاد بیاری، چون اینجوری به مغز تلقین میشه که آره من باید اتفاقات خوب رو رقم بزنم، پس خاطرات خوب رو به یاد بیار. دوم این که هر از چنگایی به خود جایزه بده. آره یکی از دلایلی که ما ناامید میشیم و هدفمون رو نصف رها میکنیم اینه که از خودمون تشکر نمیکنیم بابت انجام دادن کار، از خودمون به خودمون جایزه نمیدیم بابت انجام دادن کاری. پس هر از چنگایی خب اگه کاری رو انجام داری، به خصوص کار سخت، به خودت جایزه بده. این جواب میده، مطمئنا جواب میده. تا امتحان نکردی به من فوش نده. خب روش سوم اینه که بدن تو حرکت بده، جنب و جوش داشته باش. محل کارتی خود چند تا چی بهش میگن، یه حرکت خوب بود، چند تا پلانس بده اگه اشتباه نگفته باشم، یا اینکه تو خونه تنهایی چند تا شنا برو. آره اینجوری با خودت میگی که آره من دارم به خودم انرژی میدم، پس باید این کارا رو انجام بدم. روش چهارم اینه که محیط دور بر تو مرتب کن، چون حتی اگه کاری هم انجام ندی اعصابت درسته، پس محیط دور بر تو مرتب کن. و روش آخر اینه که از تکنیک پومودورو استفاده کن. اگه احساس میکنید کاری که باید انجام بدی سخته، پس از تکنیک پومودورو استفاده کن. چجوریه؟ اینجوری که شما 25 دقیقه یه کاری رو انجام میدی، باز 5 دقیقه استراحت میکنی و این روند 3-4 دفعه تکرار میشه. اگه این محتوا رو دوست داشتی، حتما کانال منو سابسکرایب کن، چون ویدیوهای توسعه فردی میذارم. ارادت.